من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آیه 26 از سوره آل عمران به حضور شما تلاوت شد که به صورت دعا و ندا هست. حضرت رسول الله وقتی که به مدینه منوره آمدند، در برهه‌ای از زمان کفار همه هجوم آوردند، چه مشرکین مکه چه سایر افرادی که در سرزمین حجاز بودند، همچنین افرادی که به عنوان کافر و غیر مسلمان در اطرافی مدینه بودند، اینا همه با هم متحد شدند و گفتند که این آخرین جنگ ما هست که مسلمانان باید از بین بروند و ریشه اسلام و همچنین مسلمانان را باید ما از بین ببریم و بکنیم و برای همیشه راحت باشیم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه پریشان شدند که جمعیت اونا زیاد هست، میان ما را نابود میکنند. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه گفت که در عمر طولانی را به سر برده بود و در همه جا گشته بود. خب در بعض جا که ما وقت خطری از دشمن داشتیم، جلوی دشمن خندقی میکندیم یا در اطراف شهر خودمان خندقی میکندیم و خاک را این طرف میریختیم که سنگری برای ما میشد و اونا را اون طرف ما هدف قرار میدادیم. و اونجا هم نقشه ای را حضرت سلمان کشید که یک خندق بکنیم. 4 متر عرضش بود و 8 متر هم عمقش. به طول 6 کیلومتر مسلمانان این خندق را کندند. با امکانات اون زمان خیلی سخت بود. در یک جای با سنگ گیر کردن و صحابه عرض کردند که ای رسول الله اینجا سنگ خیلی بزرگیه، نه شکسته می شود و نه ما توان داریم که این را برطرف بگردانیم. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل خندق رفت و اون سنگ را یک ضربه زد، آتش ها جرقه زدند. پیغمبر الله اکبر گفت، صحابه الله اکبر گفتند. ضربه دوم را زد، بازم پیغمبر الله اکبر گفت و صحابه الله اکبر گفتند. با ضربه سوم باز اون الله اکبر را گفت و سنگ به طور کلی پودر شد و مسیر خندق آزاد شد. صحابه گفتند ای رسول الله شما اینجا الله اکبر را برای چی گفتید؟ گفت من دیدم با اولین ضربه اصحاب من کاخه های ایران را تصرف کردند و با ضربه دوم کاخه های روم را و با ضربه سوم جاهای زیادی را به طرف یمن و غیره تصرف کردند. بنس من الله اکبر. در اینجا بود که اون افرادی که عقیده درست به رسول الله را داشتند، منافقین و غیره به تمسخر گرفتند این را که اینا در اینجا نمیتوانند که زندگی بکنند یا نمیتوانند که از خانه خودشان بیرون بروند. چه بلند پروازی‌هایی دارند که نمیگویم ما کاخه ایران و روم و غیره را فتح میکنیم. در این وقت بود که الله عزوجلال این آیه را نازل کرد که قل، تو بگو ای پیغمبر، اللهم یا الله، این اولین داد، یا الله مالک الملک، مالک این ملک و جهان توی، تؤتی الملک من تشاء، میده ملک را به کسی که بخوای، و تنزع الملک من تشاء، و میکشی ملک را از کسی که بخوای،
و تعز من تشاء، عزت میدهید کسی را که تو بخوای، و تذل من تشاء، ذلیل میکنی کسی را که تو میخوای. بیدک الخیر، در اختیار شما همه خیرها، همه امور عالم به دست شما هست. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیزی قدرت داری. اگر مسلمانان ضعیفند، مسلمانان امروز توانی ندارند، اما رب اونا قوی هست و الله ذوالجلال اونا را پیروز می کند، اونا را عزت می دهد و اونا کسانی که مغرورند اونا را ذلیل می کند و ملک را و بادشاهی را از اونا می گیرد. البته این بحثی است که علما دارند، می گویند این که کسی ملک داشته باشد علت عزتش نیست. فرعون 400 سال حکومت کرد، این علت عزت فرعون نبود و مسلمانان در بعض جا شکست خوردن و گاهی وقت شهید شدن و اینم سبب ذلت اونا نیست، بلکه عزت و ذلت در اختیار خداست. عزت همون عزت دین هست. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، عزت همون عزت دینی هست و هر کسی هر نوع جایگاه داشته باشد، اگر اون تقوا و پرهیزگاری و انسانیت در بدنش نباشد اون ذلیله، در نزد خداوند ذلیل هست. و من همیشه وعده کرده بودم که چند تا اشعاری از علامه اقبال بخوانم که مناسبت به همین موضوع هست که طارق ابن زیاد یک جوان 18 ساله‌ای بود. خب رب به طرف اسپانیا که اون روز اندلس بود نامش، هنوزم اندلس، وقتی که رفت اونجا از دریا با کشتی عبور کرد که اونجا جبل هست به نام جبل الطارق، این طارق ابن زیاده. وقتی که اونجا رفت از دریا که عبور کردن دستور داد که این کشتی ها را بسوزید. گفتن چرا کشتی ها را بسوزیم؟ خب دیگه ما امیدی داشته نباشیم که دوباره برگردیم. و اعتراض کردن که اینا شریعت جایز نیست که ما اینا را بسوزیم، اینا اسباب ما هستن، گاهی برای نجات ما، گاهی اینا کار میگیریم. در اینجا بود که طارق ابن زیاد جمله ای را گفت که علامه اقبال اون را به شعر در آورد. طارق چو بر کنار اندلس سفینه سوخت، طارق چو بر کنار اندلس سفینه سوخت، گفتند و کار تو به نگاه خرد خطاست، گفتند و کار تو به نگاه خرد خطاست، دورم از سواد و وطن باز و چون رسیم، سواد الجمعیت، دورم از سواد و وطن باز و چون رسیم، ترک سبب از رو شریعت کجا رواست. خندید و دست به شمشیر و برد و گفت، خندید و دست به شمشیر و برد و گفت، ار ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. تکبیر! خندید و دست به قبضه شمشیر و برد و گفت، ار ملک ملک ماست که ملک خدای ماست. مسلمانان به این عقیده همه ملک از آن خداست. همون طارق ابن زیاد 18 ساله اندلس را فتح کرد، اما اندلس دروازه تمدن اسلامی بود که به اروپا رفت. تا امروز هم تمدن اون، مساجدی که در اونجا ساخته شدن، مدارسی که در اونجا بودن، تمدنی که در اونجا بود، اروپا را متمدن کرده. این
فرهنگ دینی اسلامی ما. والله ما اقبال میگم اونجا رفتم، وقتی که اون جاها را دیدم، تنها میگه داخل مسجد قرطبه من نماز خوندم. میگه مترجم به من گفت که بله به دست مسلمانان بود، اروپایی آمدند و جنگای صلیبی ما اونا را بیرون کردیم. گفتم شما اونا را بیرون نکردید، اون اعمال خود ما بودن که ما را شکست دادند و بیرون کردند. اون اعمال خود ما بودن. تا زمانی که مسلمانان پایبند اسلام و دین و احکام قرآنی و سنت نبوی بودن، سرفراز بودن، وقتی که ضعف پیدا کردن همون بود که دشمنان بر اونا غلبه کردن. و چیز جالبی هست که انسانی که از خدا دور باشد خدا گاهی تنبیهش می کند. اگر ظلمی می کند و خدا اون را نمی گیرد میگن تو مغرور نباش، تو مشو مغرور بر حلم خدا. حلم یعنی بردباری. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرد را. اگر خدا دیر میگیرد سخت میگیرد. ظالم مغرور نشود که من ظلم میکنم و کسی من نمیبینه. تکبیر! دیر گیرد سخت گیرد مرد را. حضرت معاذ پیغمبر میں اتق دعوت المظلوم، نماینده پیغمبر میگه از دعای مظلوم بترس. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، درمیان دعای مظلوم و خداوند حجاب وجود ندارد. و شاعر به این مناسبت میگوید بترس از آه مظلومان، بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت بار استقبال می آید. از آه مظلوم بترسید که اجابت بار استقبال می آید. مصیبتی که امروز ما دغدغه همه ما را تکان می دهد ناامنی هست که در مدارس کشور ما رخ می دهند، در جاهای مختلف رخ می دهند و دانش آموزان و نوجوانان و فرزندان این برز و بوم یکی بعد از دیگری مسموم می شوند و جلوی ما پرپر می زنند و هیچ کسی من ظلم را گردن نمی گیرد. در هفته گذشته گفتم از قتلتم نفسا فداراتم فیها، اما این را بدانید که والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا اون شیطنت ها را آشکار می کند یک روزی. تکبیر! خدا می داند، خدا دانا هست، خدا خبیره، خدا بصیره. هنچی او پنهان بود پیدا شود، هر کی او خائن بود رسوا شود. تکبیر! و ما دعا می کنیم که الله عزوجلال کسانی که برای کوچکان ما رحم ندارند و عزت بزرگان ما را ندارند، خداوند خودش اونا را نابود بگرداند. من لم یوقر، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. رسول الله می فرمایند که فلیس منا، از امت من نیستند. خداوند این مصیبت را از کشور ما، از جامعه ما، از مدارس ما، چه مدارس دینی، چه مدارس دنیوی و چه مساجد ما، خدایا همه اینا را از این شیطانت ها حفظ بفرما. مساجد ما را حفظ بفرما.
خصوصا مسجد مکی را خدای حفظ بفرما. تکبیر! همه علمای ربانی و خدا ترس اونا که حقیقت را بیان میکنن، خدای برای جامعه ما اونا را حفظ بفرما. تکبیر! خصوصا شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله. تکبیر! خدای بدخواهان علمای ما را، اونایی که حقگو هستند و خصوصا شیخ الاسلام، اونایی که بدخواهی اونا را یا نقشه میکشند خدای ناخواسته برای نابودی اون، خدای خودشان را نابود بگردان. خدای همه مشکلات دینی ما، دنیوی ما، همه مشکلات را برطرف بگردان و علمایی که زندانن، بالخصوص مولانا عبدالمجید مرازی را خدای آزاد بگردان. تکبیر! همه اندیشمندان، همه کسانی که برای این مرز و بوم دل سوختند و مانند پروانه در کنار این شمع می سوزند، خدای اونا را آزاد بگردان، آباد بگردان، سرافراز بگردان، مشکلاتشان را برطرف بگردان، همه مشکلات دینی و دنیوی ما را. ای خدای امروز جامعه ما، مردم ما از نظر معیشتی در مضیقه هستند. من یک زمانی یک جمله گفتن، بعض اون را به تمسخر گرفتن. من گفتم روز می شود که یک مرغ را چند نفر شریک بشوند و بخرند، یا با نسخه مرغ ها را بالش بخرند و رانش بخرند. و والله بعضی از عزیزان مریض داشتند که به شهرهای بزرگ و تهران رفتند، میگویند یک افراد می آمدن گفت ما مریضی داریم، میخواد که یک تکه جگری بخواد و که اون را کباب بکند و بخورد. میگه توان امون را ما نداریم که برای مریض خود بخریم. مردم خیلی در مضیقه. خدا این مشکلات را دور بگردان، این گرفتاری ها را دور بگردان و علمایی که یا انسان هایی که دل آسوز برای جامعه هستند، خداوندا اونا را حفاظت بفرما. کودکان من را، جوانان من را، دانش آموزان و دانشگاهیان و دانشجویان من را خدا حفاظت بفرما و جامعه ما را از فقر و فاقه خدای نجات بده. پروردگار ماه مبارک رمضان در جلو هست، پروردگار ما را توفیق بده که این ما را به خوبی عبادتش را بکنیم. خدای به مسلمانان توفیق بده، این کسانی که چیزی ندارند با اونا کمک بکنند و به اونا برسند که سفره اونا هم در وقت افطار و در وقت سحر رنگین باشد و چیزی داشته باشند برای سحری و افطاری خودشان. خداوند مریض ها را شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگار اموات ما را رحمت بفرما. پروردگار ما مشکلات زیاد داریم، این جوانان مشکلات دارند، این جمع مشکلات دارد. خدای مشکلات این جمع را برطرف بگردان تا روزی که زنده هستیم. خدای ما را با عبادت و اطاعت خود نگاه دار و روزیم که از این دنیا می رویم ما را با ایمان و عمل صالح ببر. خدایان وندا در جای زیادی عزیزان ما در درس تفسیر قرآن را شروع کردن، به خوبی این درس را به پایان برسان و به ما علم قرآن و عمل قرآن را عنایت بفرما. خداوند تبارک و تعالی همه دعای ما را قبول بکند، مشکلات برطرف بکند. کسانی که بدخواه ما هستند اگر قابل هدایتند خداوند را هدایت کند، اگر نیستند هر طور که مصلحت خداوند است به حساب اونا برسد. و این آخرین پیام ماست که ظلم و ظالم هیچ وقت پایدار نیست. تکبیر! هر روز باشد نابود می شوند و هر چیز از باریک بشود میکند و کنده می شود.
اما ظلم از کلفتی نابود می شود. خداوند همه مصیبت ها را سر امت مسلمه جهان اسلام در هر جا که هستند برطرف قرار بدهد. اونایی که بدخواه امت مسلمه هستند و میخوان که امت رسول الله را نابود بگردانند، خداوند خودش در مقابل اونا هست و ما خدا را در مقابل اونا قرار دادیم که انشاءالله خدا به حساب اونا برسد. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله